زلزله رو اعمال کردیم، مقاومت سازم کمتر از نیروی زلزله است ولی فرو نریخته. یعنی سازه لازم نیست که مقاومتش بیشتر است. اگه لازم نیست، آیا لازمه که این رابطه رو ارضا بکنه؟ خیر، لازم نیست دیگه. پس شما چرا دارین محاسبات کنترل میکنید؟ حالا من این محاسبه شما بدم، اونجا نیروی زلزله رو گذاشتم، اشتباه کردم. نیروی زلزله تو این چیزی که من گذاشتم شما در بیارید، میبینی من اشتباه کردم. نیروی زلزله مثلا من گرفتم 100 ولی شما حساب میکنید میشه 130. محاسبات من ریجکت میکنید دیگه، برمیگردید به این استناد میکنید دیگه. شما دقیقا همین رابطه رو به کامپیوتر دادید، نرم افزار داره کنترل میکنه، شما ریجکت میکنید. درسته؟ شما نظام مهندسی رو دیدید ریجکت میکنی یا نمیکنی؟ از منطقی دفاع میتونی بکنید. مگه شرط لازم بوده؟ اگه مقاومت برای زلزله شرط لازمه، اگه شرط لازمه چرا شما نیروی زلزله رو میایید 10 برابر کم میکنید؟ اگه لازمه که نیست، بلکه تحقیقات نشون داده، ابزرویشن نشون داده سازه‌هایی با مقاومت بسیار کمتر از نیروی زلزله رو تحمل کردن. شرط لازم نیست، شرط کافی هست. شما یک سازه‌ای دارید مثل سیمان روشن، خود من دیدم بعد زلزله الاستیک مونده بود بخش اعظم ساختمان، یعنی تمام نیروی زلزله رو تحمل کرده بود، تمام مردم نیامده بود. میتونه بشه، شرط کافی هست. این بحثای منطقی، این بحثا تو آیین‌نامه نشده، تو کتابان نشده، بحثایی که اول بار یک کسی از دهنش داره خارج میشه برای شما. اگر شد، اگر دیدید کسی دیگه از این حرفا زده، آدرس من هست خدمت آقای دکتر حراتی، دانشجوی عزیز خودم که خیلی دوستش دارم، تماس بگیرید بگید آقای مقدم، این که تو گفتی این حرفا در دنیا اول بار داره زده میشه؟ نه، یک نفر در ژاپن 15 سال پیش حرف زده. من عاشق شنیدن این جمله، چون سال‌هاست دارم دنبال این میگردم که یک کسی راجع به این موضوع حرف زده باشه. این که من نشنیدم نه اینه که نیست، خب شاید بوده باشه و دنبالش هم، ولی اینقدر کمه که پیداش نکردم. اگه شما پیدا کردین به من معرفی کن، ولی اینقدر کمه که شما پیداش، یعنی من پیدا نکردم. شما بگردید کتاب فارسی، انگلیسی و مقالات